خب سلام دوست خوب من. اول از همه این که من خودم معرفی نمی‌کنم، یعنی دوست ندارم این کارو بکنم. و مورد بعدی این که احتمالاً الان توی یک برهه‌ای از زندگیت قرار داری که بی‌نهایت نیاز به تغییر داری، یا در حال تغییری، یا اصلا تغییر کردی یا به بن‌بست خوردی و حالا به هر نحوی به صورت اتفاقی یا تعمدی اصطلاحاً با این مجموعه وایس یا پادکست یا هر چی که می‌خوای اسمشو بذاری آشنا شدی و امیدوارم به دردت بخوره. یعنی امیدوارم چیزی که می‌خوای بهت بده. و اینکه من اینجا چی میگم، حالا اصلا این یه تیکر رو من دارم ضبط میکنم برای اینکه ببینی من اینجا چی میگم تا حالا که وقت تو هدر ندی. ببین من اومدم تا بهت بگم این چیزی که تا الان توی قانون جذب بهت گفته شده، این توی قالب قانون جذب بهت گفته شده بولشت و چرت و پرته، این دروغ محضه. خیلی جالبم هستش که ما با مدل های مختلف از این قضیه آشنا شدیم. اول از همه اینو بگم که نمیگم چیزی وجود نداره، هست، اما این چیزی که اومدم به شما گفتن یه بخش کوچیکی از یه قانون خیلی وسیع‌تر و بزرگتره که شما وقتی میای با پیرو حرف خودشون یکم باهاش آشنا میشی. خب خودشون که دارم میگم، تازه بگم من منظورم فرد خاص یا دولت یا یه اجتماع خاص نیست، من منظورم یک بخشی از جامعه است که خب خیلی قوی تر داره عمل میکنه و ما با اونها در تعامل و تقابلیم یک جوری. و خیلی جالبه که وقتی میای پیرو حرف خودشون میری جلو و خودشون میگن ما یک منشأ الهی داریم دیگه، ما یک ذاتی داریم که از یک موجود خیلی خفن‌تر گرفته شده، یا اصلا یه موجود خیلی خفن‌تر در ما دمیده شده، از خودش در ما دمیده. خب اگه همه اینا رو بذاری کنار هم دیگه، وقتی اون بی نیازه، آیا مگه میشه ما که از اون در ما دمیده شده نیازمند باشیم که بخوایم چیزی رو جذب کنیم؟ خب یه واقعیتی که هست، این اولین دروغشونه به نظر من. یعنی اصلا اومدم به شما گفتم قانون جذب، در صورتی که جذب مال یک موجود نیازمنده، ما کاملا بی‌نیازیم و هر چی که انسان بخواد خودش خلق میکنه دیگه یه جوری. و بعد اسمش میذاشتن قانون خلق کردن و ما هر چیزی که بخوایم رو باید خلق کنیم. خب و حالا میگم به شیوه‌های مختلف هم این دیتا رو به ما ارائه دادن. توی یک سری از فیلم‌های کمدیشون می‌بینیم تابلو کائنات میچسبونن، توی یک سری از فیلم‌های درام یا سریال‌های درامشون می‌بینیم روی کاغذ میان خواستشون رو می‌نویسن یا روی دفتری می‌نویسن و اونو می‌ذارن یه گوشه‌ای. و اینکه حالا چرا اصلا دارن این دیتای دروغ رو به ما میدن، به خاطر اینه که ببینید از یه جایی به بعد که رسانه خیلی بین مردم بولد شد، دیدن نمیتونن بیان با خبرهای پیچیده و دروغ و خاص مثلا عوام رو فریب بدن و دیدن نمیتونن اصلا بیان سانسور اطلاعاتی بکنن. خیلی از دیتا خیلی سریع و راحت در اختیار مردم قرار میگیره. پس اومدن چیکار کردن؟ اومدن حجم دیتاها یا اطلاعات دروغ رو، فیک رو توی این فضا زیاد کردن تا دیگه شما ندونی کدوم درسته. یعنی اصلا سانسور اطلاعاتی جدید اینجوریه که میان حجم دیتای جعلی و دروغ رو انقدر زیاد میکنن که شما ندونی دیتای واقعی و درست کدومه و گیج بشی، مغز تو این قضیه گیج بشه. و خب شما میای این دیتا رو میگی، نمونه‌اش هم زیاد دیدیم البته. یعنی این تیکر رو من بگم، توی یک سری از فضای مجازی شما می‌بینی از هر 100 تا پیج 30 تا 40 تا 50 تاش پیج‌های روانشناسی سیاه و روانشناسی دارک و نمیدونم روانشناسی رابطه و روانشناسی آقایون و خانم و فلان و اینا که میان بهتون تریک‌ها و نمیدونم ترفندهای مختلف روانشناسی یاد میدن، سعی میکنن شما رو درمان بکنن. در کل اصلا از اینا ما بگذریم. این دیتا رو به شما میدن، شما نمیدونی درسته یا نه دیگه. میری توی زندگی، چون تو قالب فکت علمی داره بده ارائه میشه، میای توی زندگی اینا رو لحاظ میکنی. خب اتفاقی که میفته نتیجه نمیگیری، شکست میخوری و ناامید میشی. تهش هم میای میگی که آره این دنیا فقط ما اومدیم که زمین خالی نباشه. و اونا از این ناامیدی استفاده میکنن، یک سری آپشن در اختیارت میذارن تا از این حالت، از این منجلاب در بیای اصطلاحاً، و بابت اون یه بهای سنگینی ازت میگیرن. یعنی اصلا درآمدزاییشون توی ناامیدی من و تو عزیز دلم. حالا چیزی که هست، من اینجا نیومدم البته بیام باز بهت مثلا قانون خلقت رو با انرژی‌های پنهانی و نمیدونم خیالی و اینجوری چیزا یاد بدم، یا بیام مثلا بهت بگم فلان چاکرا تو باز بکنی انرژی از فلان جات وارد میشه میزنه به فلان جات. نه حتما نمیگم اینا درسته، نمیگم غلطه، کلا نظری روشون ندارم. ولی در کل توی این وادی من قرار نیست صحبت بکنم و قراره با نوروساینس، یعنی علم خالص عصب شناسی، بهت بگم چجوری یه باور غلط میتونه از طریق نورون‌های آینه‌ای به آدم اطرافت منتقل بشه. مثلا اگه فکر می‌کنی که آدم بی‌عرضه‌ای هستی، چجوری باعث میشه که اونا هم فکر کنن تو آدم بی‌عرضه‌ای هستی و فرصتی بهت ارائه ندن، چیزی که اصطلاحاً خیلی از جوونا درگیرشن، کسی بهشون فرصتی نمیده به خاطر باور غلط خودشون. و میان بهت با فیزیک کوانتوم اثبات میکنن که چه جوری این باور باز میاد تو رو به عنوان یک مشاهدهگر قادر میکنه که جهان فیزیکی خودت رو خم بکنی و همون رو رقم بزنی. دقیقا مثل فیلم ماتریکس فکر میکنم اگه درست گفته باشم، این سکانسش میگه سعی نکن قاشق خم کنی، سعی کن فقط بپذیری که قاشقی وجود نداره. یعنی با علم خالص بهت میگم، از فلسفه استفاده میکنیم، حتی یه جایی زاویه دید ادیان رو بررسی میکنیم که دیگه حالا کسی که شهودیه، کسی که اعتقادات خاص داره، یا کسی که علمیه، با همش فکر میکنم دیگه یه جورایی پذیرش. هر جا به حرفم شک کردی میتونی بری سرچ بکنی، یعنی ببینی منبعش، اصلا چیزایی که دارم میگم منبعشون مشخصه، نیازی نیست حتی من ذکر بکنم.
و اینکه چند تا نکته رو قبلش من بهت بگم، اگه از این دسته افرادی هستی که مشکلات زندگی تو گردن جامعه و نمیدونم خانواده و آدمای اطراف تو اینجور داستانا میندازی، یا نمیدونم فکر میکنی توطئه در کار است، از راه نظری توطئه است، خب این دیتا واقعا، این مجموعه واقعا به دردت نمیخوره، این محتوا به دردت نمیخوره، اگه وقت تو هدر نده. و یه لطفی بکن این وایس رو برای کسی نفرست، این صدا رو برای کسی نفرست. هر کی که لازم داشته باشه قرار باشه باشون آشنا بشه، تا جایی که ممکنه خودش آشنا میشه و شما تا جایی که ممکنه برای کسی نفرست. بازم حالا دست خودته، من که نمیتونم منعت کنم. و مورد بعدی که بخوام بگم، ببین این دیتای منه، این اطلاعات منه و تاثیرش توی زندگی من گذاشته. یه لطفی بکن اگه نظری داری که مخالف این قضیه است، یا نه مثلا نظر متفاوتی داری، نظر نده، چون میگم تاثیرش توی زندگی من گذاشته و من نیازی به اصلاح این اطلاعات ندارم واقعا. خب و حتی نیازی به اثباتش هم ندارم. من یه جوونی که اصطلاحا خودش استارت زده از صفر، خدا رو شکر اوضاع خوبه، اون هر روزم داره بهتر میشه و میگم مثلا این برند من تونستم تو 5 تا کشور ثبتش بکنم، این خودش خیلیه. هم که از پس هزینه‌هاش بر بیای، همین که بتونی ثبتش بکنی خیلی داستان داره. و همه اینا دقیقا بعد این قضیه بر من اتفاق افتاده، پس نیازی به اصلاحش ندارم. این دیتا رو هم میگم چون قبلا به خودم قول داده بودم که اگر من به چیزی که خواستم رسیدم، اینو من به اشتراک میذارم. الان دارم ضبط میکنم، واقعیتش اصلا متنی براش آماده نکردم و هیچ برنامه‌ای براش ندارم، هیچ سناریویی براش ندارم، حتی میکروفونم من براش نگرفتم. پس اگه صدام ضعیفه یا توپق میزنم یا هر چیز دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. من فقط میخوام اون دیتا خالص یا اون اطلاعات خالصی که دارم در اختیارتون باشه، همین. یه لطفی بکنین فقط اگه واقعا نتیجه داد توی کامنت ها اینا بنویسین که نتیجه داد، که اگه 2 سال 3 سال 5 سال دیگه من این کانال رو باز کردم ببینم چه خبره، حالم خوب بشه از اینکه تعداد زیادی تونستم با این قضیه موفق بشم. مرسی که وقت گذاشتی این تیکر رو گوش دادی، امیدوارم به دردت بخوره، امیدوارم وقتت تلف نشه و امیدوارم که هر روزتون از امروز بهتر و بهتر و بهتر بشه.